غریبه. ببین الان تو بدترین ورژن خودم، چه از لحاظ روحی، چه جسمی، چه موقعیتی، چه شرایطی هستم که دارم ویدیو رو میگیرم. این برای چیه؟ برای مقابله با کمالگراییمه. میخوام یه قدمی بردارم برای خودم. اصلا هم نمیدونم کمالگرایی بده دیگه. حالا اینکه تا یه قسمتی باعث پویایی میشه رو کاری ندارم، ولی اون کمالگرایی که من دارم و خیلی همون داریم بده دیگه. در هر حال من الان دارم یه قدم برای خودم برمی‌دارم. چرا دارم اینو میگم؟ ببین الان من کلا آدمیم که وقتی میخوام یه کاری کنم، مثلا وقتی میخوام یه ویدئویی رکورد کنم یا یه استوری حتی بگیرم، یه کاری کنم، هر کاری، و مخصوصا اینکه بخوام تو سوشال مدیا بذارم، چه اینستاگرام چه یوتیوب، باید خونم دسته گل باشه و الان اینجوری نیست. نه که حالا بگم خیلی افتضاح، ولی خودم تمیز نکردم خونمو و این منو یه خورده اذیت میکنه و اینجوری بودم که بذار دستم خوب شه، خودم خونم تمیز کنم، بعد بشینم ویدیو رو رکورد کنم. بعد اینجوری بودم که تا که حساب کنم دستم خوب شه. پس الان واقعا هیچ اوکی نیست. بعد من آرایش نکردم، بعد تبخال زدم واقعا هیچی خوبم نیست، چه برسه به پرفکت. من همیشه اینجوریم که همیشه پرفکت باشه. لباسام اتو نکردم چون سختم بود، اذیت بودم لباسام اتو کنم و این خیلی چروکه. گفتم بی خیال و فقط اینو رکورد کن. حالا این که اصلا این چی بشه و من بذارمش رو اصلا نمیدونم و اصلا قول نمیدم. احتمالا مثل 90% ویدیوهایی که تا الان گرفتم پاک شه، کی میدونه. حالا اصلا من اومدم اینجا چی بگم؟ من اومدم اینجا 1 سال گذشتم و یه مروری کنیم با هم، یه چیزایی بگم راجبش که من این پشم بچه‌ام همه جام هستن. میخوام بگم توی 1 سال گذشته چه بلاهایی که سر من نیومده، سر شخص خود من حالا خیلی نه، ولی خب چیزایی اتفاق افتاده تو دور و برم که به شدت من تحت تاثیر قرار داد. میخوام بگم توی 1 سال گذشته چی شده و دیگه بقیه ویدیو رو واقعا نمیدونم میخوام چیکار کنم. میخوام بسپرم دست تقدیر ببینم چی میشه. اوکی، اگه ویدیو خوب نبود واقعا بهم بگید. یعنی واقعا اینو نمیگم که کامنت بگیرم، واسه این دارم میگم که من دوست دارم تولید محتوا کردن ولی قطعا یه سری ضعف‌ها دارم. دوست دارم که یاد بگیرم و میخوام ببینم سلیقه شما چیه، چی بیشتر دوست دارید ببینید و اینا. بماند الان آبانه، فکر کنم 20 و چند آبان، نمیدونم دقیقاً، 27 20 خورده ی آبان 1404 اگه اشتباه نکنم. وای 1404 وای مریم نازش. اوکی، کاری نداریم. پارسال همین حدودا یه چند روز قبل اتفاقایی که خوشایند نبود واسه من شروع شد. شروعش که بود دقیقا فردای هالووین که میشد 10 آبان، یعنی 9 آبان ما رفته بودیم یه پارتی هالووینی و صبحش 6 صبح 6 و نیم 7 صبح من با یه اسمسی از خواب بیدار شدم که دوستم من تکست داده بود که هرچه سریعتر خودتو برسون که بدبخت شدم و از همونجا اتفاقای عجیب غریب بعدش شروع شد. حالا من شاید نرم وارد دیتیل نشم ولی نمیدونم، شاید یهو دلم خواست وارد دیتیلم شدم. آبان ماه صمیمی‌ترین دوست من
دو تا برادر دوقلو داشت که یکی از قلاشو ببخشید خندیدم، منظورم به خاطر وای کاش ادامه ندی مریم. اوکی. صمیمی‌ترین دوست من برادر دوقلو داشت که یکیشون رو از دست داد و من تا وقتی به من گفت بیا ساعت 7 صبح، حالا چرا من 7 صبح بعد هالووین پارتی باید بیدار باشم؟ بخاطر که برادرم سربازه و از سربازی اومده بود و من از ذوق اینکه داداشم ببینم 7 صبح همینجوری که تو رخت خواب بلند شدم، خوابال داشتم، داداشم میدم، مامانم این ور بود، داداشم اون ور بود، نوید این ور بود. یهو این پیامو دیدم که آجو زود خودتو برسون، عارفم از دستم رفت، بدبخت شدم. ببینم دقیق یادم نیست چی بود ولی من همجوری به گوشی نگاه میکردم و داد میزدم چی داری میگی؟ چطور ممکنه؟ یعنی چی؟ عارف؟ ببین یکی از محال ترین اتفاقایی که فکرشو بکنی، یعنی اینجوری بهت بگم که عارف و عرفان دوقلو بودن و عرفان یه پسر شیطونه، یعنی اصلا انگار که دوقلو نبودن علاوه شخصیتی، دوقلوی ناهمسان بودن، ظاهری هم شبیه نبودن، ولی در کل شخصیتی عارف یه پسر آرومه، مثلا چه میدونم خیلی عاقل، واقعا نمیدونم چه گرامتی استفاده کنم که درست باشه، اما خیلی متفاوت بودم. به هر حال از این بودم بخوام بشناسیم کنیم، عارف به شدت آدم آرومی بود و عرفان به شدت آدم شیطونی بود و خب اصلا نمیتونستم بپذیرم که واقعا این شخص واقعا از این دنیا رفته. من گفتم شاید، ببین 1001 فکر کردم، حتی گفتنش مثلا سخته، میبینید که نمیتونم توضیح بدم. گفتم شاید داره با من شوخی میکنه و اینجوری بودم که این چه شوخی مسخره‌ای، اون هیچ وقت با عزیزترین شخص زندگی شوخی نمیکنه. فاطمه که من بهش میگم آجو، میدونستم که همه جونش عارفه، هم خودش هم مادرش. یعنی عارف یه وقتی میخواست بره خارج از کشور که برای کاراش، یعنی سفر کاری داشت و نمیرفت به خاطر اینکه نمیتونست 2-3 روز نیاد خونه، چون اگه شبا نمیرسید خونه مامانش خوابش نمیبرد. من تا وقتی برسم یعنی فقط بلند شدم، گریه میکردم، نمیدونستم باید چیکار کنم، نمیدونستم چی باید بپوشم. به مامانم گفتم چیکار کنم، مامانم میگفت مریم اصلا همه اینجوری بودن که امکان نداره، اوکی آروم باش، برو ببین چه خبره. و من اینجوری بودم که الان من چیکار کنم. حاضر شدم، انقدر حالم بد بود نمیتونستم رو پام وایسم، پس نوید منو رسوند، نتونستم خودم رانندگی کنم. فاصله خونه ما تا آجونه فکر کنم 20 تا 25 دقیقه است. من این 20 دقیقه برام 20 سال گذشت و فقط تو ماشین گریه می‌کردم، گفتم نوید دعا کن که این چیزی که من خوندم اشتباه باشه، من نمیدونم چیه داستان ولی این نباشه هرچی که هست. گفتم شاید داره شوخی میکنه، گفتم شاید نهایتا اینه که تو مثلا بیمارستان یه اتفاق واسش افتاده که بیمارستانه. اصلا فکر نمی‌کردم به این که نباشه الان بینم و نبود. و من رسیدم دم خونهشون، فکر کنم 5 دقیقه 10 دقیقه همونجا تو ماشین نشستم، پام نمیرفت برم بالا، نوید همش دستمو گرفت، شونم واسه جون داد، میگم مریم چیزی نیست، چیزی نشده، نگران نباش. یعنی همه اینجوری بودیم که واقعا چیزی نشد. برو مراقب خودت باش، به منم خبر بده، من پایین منتظرتم. انگار همین دیروز بود، واقعا نمیدونم. رفتم بالا، در رو باز کردم، آجو تو اتاق نشسته بود، رفتم تو اتاق دیدم مشکی پوشیده و منو که دید دوباره انگار از هم پاشید و گفت آجو عارفم از دست دادیم. و من تا سال عارف نتونستم به آجو تسلیت بگم و نتونستم قبول کنم و حتی نمیدونستم چی باید بگم.
من فقط آجو رو بغل کردم و حتی اشکی هم نمیومد. خاله مامانش اون ور نشسته بود، عمه ها این ور نشسته بودن، آجو گریه میکرد و من همش اینا رو میدیدم و زبونم بند اومده بود و نمیدونستم باید چی بگم. یکی از سخت ترین لحظات تو زندگیم بود واقعا. و دیگه من تو خونه نبودم، تو خونه بند نبودم. میومدم خونه، دوش میگرفتم، صبح زود میرفتم شاجو، دوباره شب برمیگشتم، همین روال. میرسم خونه خیلی خسته بودم، چیکاری نمی‌کردم. یه روزایی تصمیم گرفتم نرم، بعد از مثلا 2-3 هفته که هر روز اونجا بودم، یه روزایی تصمیم گرفتم نرم، نمیتونستم. یعنی یادم یه بار مثلا زود اومده بودم خونه، شب ساعت 10-11 انقدر بیقرار بودم تو خونه رو میرفتم، نوید گفت میخوای ببرمت مثلا پیش آجو؟ گفتم که نه. اصلا حجم غمی که اونا تحمل کردن و قطعا من تحمل نکرده بودم، ولی من نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاد که من تبدیل شدم به مریم قبل عارف و بعد عارف، از دست دادن عارف. نمیدونم اون حجم از بیقراری و حال بد برای چی بود. میدونم یه بخش خیلی زیادیش برای خود آجو بود، چون که من خودم برادر دارم. انگار که حس میکردم الان آجو داره چی میکشه و خب میدونم یه بخش خیلی زیادیش به خاطر غم آجو بود، اما یه بخشیش نمیدونم چی بود که انقدر من درگیر میکرد که نمیذاش خونه بمونم، که همش میومدم خونه دائم گریه میکردم، حال روحی خوبی نداشتم، همش تو بغل نوید گریه میکردم. گفتم چرا؟ واقعا چرا؟ شب و روز و همه زندگی من شده بود رفتم پیش آجو و تنها نذاشتنش. تنها چیزی که به ذهنم رسید این که من هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز این که پیشش باشم و سعی میکردم فقط اونجا باشم. درسته غذا نمیخوردم، روحی جسمی به هم ریخته بودم، چیزی اگرم پایین نمیرفت. خیلی روز و شبای بدی بود، خیلی. فکر کنم 1 ماه تا 40مش من تقریبا میتونم بگم هر روز یا نهایتا 30 روز 35 روز هر روز رفتم اومدم. سعی کردم باشم پیشش و تنهاش نذارم. حالا واسه خودم داشتم یه آسیبایی میدیدم که اصلا واقعا اون لحظه برام مهم نبود. ما آبان ماه عارفو از دست دادیم. 1 ماه بعد یا 1 ماه و نیم بعد صمیمی‌ترین دوست نویدو از دست دادیم. 1 ماه یا 1 ماه و نیم بعدش یکی از دوستای خانوادگیمون، خانومش که باردار بود 8 ماهه، اونو از دست دادیم. تو تصادف کردن، خانومش و بچهش فوت کردن. خود این پسر که دوست ما بود رفت کما. این وسط یه جورایی من مجبور شدم یه سفری برم که مثلا آب و هوا عوض شه. حالا بماند که خود سفر کوفتمون شد به خاطر یه همسفر ناز. از اون طرف برگشتنا توی راه آهن مامانم کتفش آسیب دید. از اون طرف همون روز که برگشتیم ما با یه سگی تصادف کردیم و این یکی از بدترین اتفاقای زندگی من بود و اون سگو از دست دادیم. یعنی نتونستیم به کلینیک برسونیمش و از دست رفت. اصلا نمیخوام بهش هیچ جوره فکر کنم، زود ازش میگذرم. عید شد، 5 دقیقه مونده بود به سال تحویل. ما تو راه بیمارستان بودیم برای اینکه مامانم حالش بد شد، یه درد عجیبی تو شکمش گرفت، ولی خب قبل سال تحویل دوباره بهتر شد و ما برگشتیم سریع به سال تحویل برسیم. گذشت، جنگ شد و وقتی که جنگ شد دوباره یک سری اتفاقا حول محور جنگ، خود جنگ که بماند چه استرس و استرس بود، چون 100 متری خونه ما رو زدن و من برادرم سرباز بود و فشار و حال بدی که همه داشتن تحمل میکردن برای من و خانوادم 1000 برابر بود. ما تو 12 روز جنگ واقعا هر روز، هر ثانیه، هر دقیقه برای ما یه عمر گذشت. جنگ تموم شد، ما خود خیالم راحت شد از بابت داداشم. حالا میگم تو جنگ تو به همه چیز فکر میکنی. من 2 تا گربه دارم، به مسئولیت اینا، به اینکه اینها چه اتفاقی براشون میافته، خودمون چی میشیم، برادرم که سربازه چی میشه.
اصلا حالی رو حرف بزنم. 12 روز جنگ تموم شد و من سر جنگ اکثر یعنی 99% پروژه کاری ما از دست دادم. تقریبا بیکار شده بودم. 1 ماه بعدش اینطورا کمتر 2-3 هفته بعدش شروع شد دوباره پروژه جدید گرفتن، سر کار رفتن. 3-4 تا پروژه رفتم تا اینکه سر کار آسیب دیدم. گردن و کمر و مچم آسیب دید، نه اینکه ضربه بخوره ها، خیلی اصلا عجیب غریب بود این آسیب. و الان 1 ماه میشه، 1 ماه بیشتری که من با این وضعیت هستم، با این رزومه‌ای که واسهتون تعریف کردم. ببین واقعا من خودم علامش فکر میکنم میخندم، ولی این خنده واقعا خنده هیستریکه، یعنی واقعا خنده یه چیز نیست. ببین حالا من خود شغل کردم این بین بهتون بگم که من دوباره رفتم پیش روانپزشکم. من یه تایمی دارو مصرف میکردم که یه چند ماهی مصرف کردم، اوکی شدم، قطعش کردم. اما توی این 1 سال دوباره رفتم پیش روانپزشکم و گفتم بنویس. یعنی البته اینو بهتون بگم که من میرفتم پیش تراپیستم و قبول نداشتم که من حالم اینقدر بده که نیاز به دارو داشته باشم، با اینکه اصلا من هیچ کاری نسبت به دارو ندارم. اما گفتم من اونقدر حالم بد نیست که به دارو نیاز داشته باشم. و خود تراپیستم و روانپزشکم اینجوری بود که یعنی مگه بدتر از حال تو هم میتونه باشه؟ این همه اتفاق عجیب غریب که دورت افتاده و بلاهایی که از چپ برو. ببین نوید آدم خیلی منطقیه، یعنی به نسبت منطق و احساس بخوای بگی اصلا ترازوی منطق چسبیده به زمین، کاملا برعکس من. نوید یه جای این وسط مسطا که من داشتم زار میزدم که خدایا چی کار داری با من میکنی، اون اینجوری بود که خدایا چی کار داری میکنی با مریم، بسشه دیگه. میدونی انقدر که حجم اتفاقا زیاد بود تو فاصله کم، یعنی من تا میمدم قبلی رو حذف کنم یه اتفاق دیگه. از اینجوری بودم که خدایا اوکی بده این بلاها رو، ولی وسطش بذار من یه جونی بگیرم، یه نفسی بگیرم. بعد خب من آدمم احساساتی ام، من آدمی نیستم که بتونم خیلی منطقی فکر کنم یا مثلا به راحتی بتونم کنار بیام. من نابود میشم. من از بعد عارف ببین کلا آدم احساساتی و حساسی بودم، خیلی بدتر شدم، خیلی زیاد. و خب این وسط هم اینجوری بودم که حالا هم اطرافیان میگفتن هم خودم این سرزنشو میکردم که ببین اطرافیانت آدمای مهم زندگی سالم حالشون خوبه، مثلا ناشکری نکن، میدونی اینو هی تو ذهنم بودم و من حتی با ترس گله میکردم از خودم. یعنی اینجوری بودم که بدتر نیاری سرم، میفهمی؟ من میدونم که الان اطرافیانم سالمه، شکر بابت اون قضیه، ولی خب ببین داره چه اتفاقایی میفته. خب منم کاملا تحت تاثیرم، آدم بی تفاوتی هم نیستم. متاسفانه من مثلا به این فکر کردم که ما رفته بودیم کجا، جنوب، و توی سالش قدم زدیم من دقت کردم مثلا بچه‌ها داشتن صدف جمع می‌کردن اینا. حالا با این قضیه که خیلی مخالف بودم که چرا داری صدف و حلزون این چیزا جمع می‌کنی، می‌خواد چیکار؟ بعد دقت کردم از اونایی که جمع کردن خیلیشون زندن. بعد رفتم توی ساحل نگاه کردم، اینجوری دست کشیدم یه سری برداشتم دیدم آره اکثر این صدف‌ها زندن. بعد میشستم قصه خوردم که خب ما داریم روی این راه میریم، کلی از اینا بی خانمان میشن، میمیرن، خانواده‌هاشون رو از دست میدن. این قضیه بیشتر بعد از دست دادن اون سگی بود که ما باش تصادف کردیم. من زندگی من رو به اون رو شد، یعنی علاوه کاری. ببین الان که یکی از اصلی‌ترین معضلات زندگیم اینه، چون که اولا من دست راستم و خب آدم حساسی هم هستم. من خونم و نوید سعی میکنه که برای اینکه روانم آروم باشه یه دستی به چرخونه. مامانم بنده خدا هفته‌ای 2 بار 3 بار میاد اینجا، 2-3 مدل بر من غذا درست میکنه، آشپزخونه‌مو تمیز میکنه تا جایی که بتونه یه سری کارمار میکنه که یه خود شرایط بر من آرومتر و بهتر بشه. ولی بازم واقعا یه جاهایی از اینکه ناتوانم، ببین میگم به یکی این حجم اعصاب خوردیشو واقعا درک نمیکنه. چند روز پیش دوستم بهش گفت بابا یه جور میگه انگار مثلا یه دست نداری. ببین واقعا اولا تو انگار یه دست نداری و دست اصلیت هم نداری، چون من دست راستم.
کوچکترین کارا واسه موزله و من وقتی با بدبختی از این دستم استفاده میکنم یه کار میکنم درد شدید میگیره و اشکم در میاره. نه خواب آرومی دارم، نه میتونم راحت چیزی بخورم، نه میتونم کار کنم و مثلا میبینم جلوم یه سری اتفاقات چه میدونم مثلا رو میزم یه ذره چیزی ریخته، میخوام دستام رو بکشم میرم میارم، مثلا اینجوری نیستم که ولش کن حالا نوید میاد تمیز میکنه یا حالا اصلا ولش کن تمیز نکن یه هفته تمیز نکن چی میشه، میرم دستمال میارم با همین دست میکشم. بعد اینجا همه درد میگیره، به فنا رفتم قشنگ. یعنی به نوید میگم احتمالاً این دستم باز کنیم این دستم اینجا تا اینجا باید بکنیم تو گچ، انقدر که از این استفاده میکنم. و همه اینا یک طرف. بزرگترین معضلم از وقتی که 1.5 ماه این طورا هست، بیشتر نزدیک 2 ماه، از وقتی که این دستم آسیب دیده اینه که من نمیتونم ورزش کنم. ببین این داره منو نابود میکنه، واقعا حالمو داره بد میکنه، چون که ورزش حالا بماند که جسمی چقدر حال منو خوب میکرد، روحی ببین اصلا نمیتونم بگم تأثیری که تو روحیه من داره اصلا چه مقیاسی براش نیست. و من واقعا به همه همیشه یعنی حرف میزنم یا نمیدونم تأثیر، هیچ وقت نمیتونم بگم تراپی مهمتره یا ورزش مهمتره. یکی از مهمترین المان‌ها توی کیفیت زندگی به نظرم برای همه است. حالا من راجع به خودم حرف میزنم. من روزایی که ورزش میکنم کلا یه آدم دیگه ایم. یه چیز عنصر جدا نشدنی از زندگیم شده و وقتی انجامش نمیدم به هم میریزم. حالا من هیچ وقت ورزش رو برای اندام مناسب انجام ندادم. چرا؟ به خاطر اینکه میدونیم که 70 تا 80% اندام به تغذیه است و من حالا 1 به خاطر تنبلی، 2 به خاطر که آدم شکموییم تغذیه کار نکردم هیچ وقت. ولی ورزش رو انجام دادم فقط واسه سلامت روان و جسمم، چون من به شدت کمردرد داشتم سالها پیش، رفتم MRI و نمیدونم از این کارهای اینجوری انجام دادم و اینجوری بودن که تو ستون فقراتت عالیه، همه چیز سالمه فقط ضعیفه باید تقویتشون کنی. و من هر دکتری که میرفتم سرما میخوردم، نمیدونم روحی روانی به هم ریختم، میرفتم چه روان پزشکم، میرفتم چه روانشناسم، درد داشتم، سردرد داشتم، مومام ریزش داشت، هر مشکلی داشتم و هر دکتری که میرفتم بهم گفت فعالیت کن، چون من خیلی فعالیت نداشتم اصلا. و من از وقتی که ورزش رو شروع کردم کمر دادم خوب شد، زانو دردم خوب شد، روحیم خیلی بهتر شد. همین ورزش باعث شد من بتونم داروامو بذارم کنار. اینم بهتون بگم پارسال همین موقعی که عارف از بینمون رفت من به شدت سرم از لحاظ کاری شلوغ شد و واقعا نمیدونم این لطف خدا، یعنی قشنگ حسش کردم خدا رو که اون داره میچینه، چون من هیچ تلاش نمی‌کردم برای اینکه مثلا کار بیشتری بگیرم. ناخودآگاه انقدر سرم شلوغ شده بود، شاید اگه این اتفاق نمیافتاد و انقدر شلوغ نشده بودم، انقدر سر کار نمیرفتم، انقدر صبح تا شب، یعنی اینجوری بودم صبح میرفتم سر کار، شب انقدر خسته و گفته میرسیدم خونه که میخوابیدم و واقعا وقت نمی‌کردم بشم قصه بخورم. فکر کن اگه کار نداشتم قطعا الان با این روحیه و این حال نمیتونستم حتی بشم روی ویدیو رکورد کنم، قطعا داشتم موشوش قرص میخوردم و حالا باید درمان میکردم خودم. اما قشنگ 6 ماه بعد یعنی تا نزدیک جنگ من کار داشتم، کارم خیلی خوب بود، خیلی زیاد بود و اصلا فرصت قصه خوردن و فکر کردن اینا نداشتم. خلاصه این ورزش نکردنه خیلی داره به من آسیب میزنه و واقعا امیدوارم که هرچه زودتر از شر این خلاص شم. راجع به اینم بهتون بگم که من چی داشتم میگفتم؟ برای اینکه افکار بهم هجوم نیارن و دیوونم نکنن که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی و اینا، یه سریال رو شروع کردم، تنهایی دارم میبینم. ببینید من نوید یعنی واقعا واسه من لذت بخش ترین کار و تفریح فیلم دیدنه. واسه یکی کافه رفتنه، واسه یکی مسافرته، واسه یکی مهمونی رفتن و مهمونی دادنه، واسه یکی بازیه، واسه نوید مثلا بازیه، واسه من فیلم دیدنه و فکر میکنم واقعا یه بخشش ارثیه، چون من بابام خیلی آدمه
فن فیلم و اینایه و بچگی من با فیلم بزرگ شدم. حالا ما هر شب با نوید فیلم میبینیم، سریال میبینیم. خیلی هم اهل سینمایی نیستیم مگر اینکه حالا بشنویم خیلی خفنه و اینا، بیشتر سریال میبینیم. در حال حاضر داریم شب با نوید شیملس رو میبینیم و این سریالی که جدید اومده، اگه اشتباه نکنم اسمشو پلوریباس، حالا میذارمش اینجا عکسش. 3 قسمت ازش اومده و هر هفته داره میاد و من آدمیم که سریال باید تموم شه بعد بشینم ببینم پشت سر هم. اما این سریال نتونستم، اینقدر که ازش تعریف کردن نتونستم و خب دارم میبینمش. سریال لاست رو شنیدم از رومیسا که خیلی قشنگه و خیلی هم قدیمیه، فکر کنم مال سال 2004. خیلی سال شنیدمش که هی میگن خوبه ولی اون واقعا باعث شد که من برم سمتش، چون خیلی ازش تعریف کرد. به نوید گفتم که من دیگه فرصت نمی‌کنم واقعا یه سریال دیگه بیاریم این وسط، چون آفیس هم داشتیم میدیدیم و چون پلوریباس اومد وارد شد، خودم کنم ازش رو درست بگم، همینجوری هی دارم میگم. 2000 years later. حالا آفیس الان رفته کنار و آفیس رو متوقف کردیم. یه خودم راستش واسمون ناجذاب بود، با احترام به تمام فنهای آفیس ما هنوز فصل 1 رو نتونستیم تموم کنیم، اینقدر که برامون ناجذابه. و البته اینو تو اینستاگرام گفتم و بهم گفتن که ادامه بده درست میشه. اما فعلا داریم شیملس رو میبینیم. من خودم لاست رو نمیگو فرصت نمیکنم، دو روز میشم لاست میبینم، مخصوصا الان که دستم اینجوریه مثلا بهترین فرصت دیگه. اما خدا شاهده لذتی آنچنان نمیبرم ازش. چرا؟ چون دائم خودم سرزنش میکنم که چه آدم بی مصرفی هستی مریم جون، پاشو مثلا این کارو کن که همش دارم خودم سرزنش میکنم. و امروز به مامانم گفتم، مامانم گفت اشتباه میکنی، تو الان کاری ازت برنمیاد. اتفاقا بهترین وقت واسه همین سریال دیدن، حالا هر کاری که دوست داری که بر تو سریال دیدنه، بهترین وقته سریال تو ببین، چون 4 روز دیگه دوباره دستت خوب شه سر چلو میشه و وقت نمیکنی دیگه سریال ببینی. منطق اینو میگه ولی کی به منطق گوش میده؟ خلاص این بود گزارشی از 1 سال گذشته تا همین الانا که چه اتفاقاتی افتاده و الان من دارم چیکار میکنم. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که حداقل میتونم یه ویدیو یوتیوب بگم، چون من یعنی از اون موقع که این کانال رو زدم میخوام که مرتب توش فعالیت کنم و خیلی اطرافیان راستش بهم میگن که مریم تو خیلی استعدادش رو داری، چرا نکنی؟ ولی اینجوری هم که حتی همین الان اینجوری هم که خب کی میشینه الان 1 رو 20 دقیقه فکر کنم بیشتر هم شد این ویدیو رو نگاه کنه. خب اصلا که چی بدونی 1 سال گذشته تو چه اتفاقایی افتاده. بعد خب مثلا من الان دستم اینجوریه نمیتونم وسطش باشم، یه کاری کنم، قهوه درست کنم، کیکی درست کنم، یه تنوعی بشه حداقل تو ویدیو، میدونی؟ نذارین این ویدیو رو، کاش بس کنی مریم. دوست دارم ویدیوهای بیشتری بذارم، واقعا دعا کنید از شر این خلاص شم که بتونم درست کار کنم، دسر درست کنم، کیک درست کنم، قهوه درست کنیم با هم، کتاب بخونیم و خیلی کارهای دیگه. بهم بگید چی بیشتر دوست دارید، بهم بگید اگه حوصلتون سر رفت سر این ویدیو. خیلی ناراحت میشم اگه بگید ولی بگید، شما صادق باشید. بذارید حالا من قصه‌ام میخورم ولی به هر حال باعث پیشرفتم میشه دیگه، اشکال نداره بگید. دیگه چی؟ فکر کنم دیگه همین. ماچ بهتون. اگه تا الان ویدیو رو دیدید، تا اینجا گوش دادید به حرفام، خیلی واسم با ارزش، جدی دارم میگم، جدی. به هر حال هم وقتتون رو در اختیارم گذاشتید، هم نتتون رو در اختیارم گذاشتید. نمیدونم شاید جذاب بوده واسه. دمتون گرم اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه دیدید تا اینجا نظراتتون رو بهم بگید. اگه ببینم نظراتتون، یعنی حتی نظر بدید، حالا چه مثبت چه منفی، این بیشتر باعث میشه که من بیشتر ویدیو بگیرم، چون واقعا این که کارهایی که به شدت بهش علاقه دارم، یعنی هرچی خودم میبینم که تو چی هم حالم خوبه، هم خوبم تا حدودی توش تولید محتواه، همیشه دوست داشتم تو یوتیوب تولید محتوا کنم مرتب. پس انگیزه اید واقعا. همین. ماچ بهتون تا ویدیوی بعدی. بابز.